بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک اعداءهم اجمعین. بحث ما پیرامون تعارض عقل و شرع بود و قرار شد که در جلساتی پیرامون این موضوع گفتگو و صحبت کنیم. آنچه که در این جلسه با هم مطرح خواهیم کرد پیرامون این هست که آیا عقل حجت است؟ آیا دین حجت بودن عقل را تأکید و تأیید می کند یا خیر؟ در کتاب شریف کافی به سند از عبدالله ابن سنان از مولایمان حضرت صادق علیه السلام روایت است که حضرت فرمودند حجت الله علی العباد النبی، حجت خداوند بر همه بندگان پیامبر است. اما بندگان خداوند علاوه بر این حجت ظاهری حجتی درونی دارند و آن حجت عقل است. و الحجت فیما بین العباد و بین الله العقل، حجت بین بندگان و خداوند متعال عقل است. همین روایت شریف به صراحت تأکید می کند که عقل حجت است و خداوند عقل را برای حجت بودن آفریده است. همچنین روایت داریم از سید و مولایمان حضرت رضا صلوات الله علیه که وقتی ابن سکید از حضرت سوال کرد فما الحجت علی الخلق الیوم، امروز حجت بر خلق چیست؟ فقال علیه السلام العقل، حجت بر بندگان خداوند عقل است که یعرف به الصادق علی الله فیصدقه، با عقل کسی که راست میگوید و سخن حق بر خداوند میبندد شناخته میشود و وقتی که او شناخته میشود باید او را تصدیق کرد و عقل او را تصدیق میکند. والکاذب علی الله فیکذبه، عقل حجتی است که با آن دروغگوی بر خداوند هم شناخته میشود و عقل او را تکذیب میکند. و همچنین در فرمایش حضرت کاظم علیه السلام آمده است که حضرت فرمودند ان لله علی الناس حجتین، خداوند بر مردم دو حجت دارد، حجتا ظاهره و حجتا باطنه، یک حجت ظاهری بر مردم دارد خداوند و یک حجت باطنی. فاما الظاهره فالرسل والانبیاء والائمه علیهم السلام، حجت ظاهری خداوند رسولان و نبیان و ائمه علیهم السلام. و اما الباطنه فالعقول، حجت باطنی خداوند عقل‌هایی است که در بندگان است. حال سوال است که وقتی که در دین آمده است عقل حجت است، آیا خداوند به زبان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و ائمه طاهرین علیهم السلام که حجت‌های او می باشند معنای عقل را بیان نکرده است؟ چه عقلی است که حجت است؟ آیا هر اندیشه‌ای و هر فکری عقل محسوب می شود و یا آن که عقل تعریف مخصوص به خودش را دارد؟